به نام الله یکتا. الهام میرزاخانی هستم و خداوند رو شاکرم که با تدریس یکی از دروس دیگه از تاریخ 12 در خدمت همه دانش آموزان سرزمینم ایران اسلامی هستم. خب بچه ها، درس دوم تاریخ 12 یک درس با حجم بالا هستش و من این درس رو به 2 قسمت اول و دوم تقسیم کردم و از همه دانش آموزان میخوام که 1-2 بار فیلم رو ببینن و سوالاتی که براتون فرستادم که به صورت هایلایت یا سوالات متن هستش اون رو هم وارد کتابتون کنید. نمونه سوالات رو هم گذاشتم داخل کانال روبیکا که لینکش رو در آپارات و یوتیوب گذاشتم که انشاءالله مورد استفادهتون قرار بگیره. درس دوم در مورد ایران و جهان در آستانه دوران معاصر هستش. بچه قسمت اول که من توضیح میدم الان توی این جلسه در مورد ایران هستش که در آستانه جهان معاصره و قسمت دوم جهان در آستانه یا در ورود به دوران معاصر هستش. ما در واقع در فاصله بین سقوط صفویه تا برآمدن حکومت قاجار یک فراز و نشیب ها و یک اتفاق های زیادی افتاد که حوادث دوران اکنونمون به خاطر این دوره کوتاه هستش. 2 دوره کوتاه افشاریه و زندیه که انشاءالله در این قسمت از درس دوم تاریخ 12 در خدمت شما عزیزان و دوستان هستیم. خب بچه ها، میخواییم بگیم که نادرشاه افشار در چه شرایطی ظهور کرد. ما در واقع میخواییم برآمدن نادرشاه رو براتون توضیح بدیم. خب بچه ها، وقتی که دیگه اصفهان سقوط میکنه به دست افغان ها و در واقع حکومت صفویه ساقط میشه، یک هجوم و آشفتگی و در واقع اتفاقای خیلی بدی در ایران میفته، چون افغان ها میان حکومت رو در دست میگیرن و این افغان ها به 2 دلیل نمیتونن حکومت و همون آرامشی که در دوره صفویه بود رو در ایران حاکم کنن. یکی عدم تسلط بر امور اداری. سرزمین بزرگی مثل ایران توسط حکومت صفویان به یک آرامشی رسیده بود، ولی متاسفانه افغان‌ها در طول تاریخ ما حکومتی نداشتیم که توسط افغان‌ها اون امور اداری رو بخوان رعایت کنن، بخوان اجرا کنن. پس نتونستن که اون امور اداری رو در قلمرو صفویه در ایران اسلامیمون، در فلات ایران پابرجا کنن. و دوم هم عدم تسلط بر قلمرو بزرگ در واقع ایران در واقع شما در تصویر اگه نگاه کنید، در تصویر صفحه بعدتون میبینید که قلمرو ایران اسلامی در دوره صفویه چقدر قلمرو بزرگی هستش و کسی نمیتونست که از جمله اونم افغان ها بیان در واقع این قلمرو به این بزرگی رو اداره کنن. این در زمینه داخلی ایران دچار آشفتگی شده بود. در زمینه خارجی حکومت بزرگی مثل حکومت صفویان یک در واقع آرامش رو ایجاد کرده بود، ولی حالا دیگه صفویان که از بین رفته بودن، این همسایه های خارجی ما از جمله روسیه، از جمله عثمانی که در واقع دشمن خونی شیعیان بود، عثمانی سنی دشمن خونی صفوی شیعه بود، حالا دیگه صفویه رفته بود، میخواست بیاد در واقع جای صفویه بشینه. در واقع دندون تیز کرده بودن روس‌ها در شمال و عثمانی ها در غرب قلمرو ایران دندون طمعشون رو تیز کرده بودن و میخواستن به ایران حمله کنن. در چنین شرایطی بود که نادر ظهور کرد. بچه ها، این یکی از سوالاتیه که من همیشه به بچه ها تاکید میکنم، به دانش آموزان عزیزم، و میگم بچه ها این یک سوال خیلی مهم هستش. خب بچه ها، تصویر رو نگاه کنید، تصویر نادرشاه رو نگاه کنید داخل کتابتون که با همراهانش داره میره و در حین حال که یک تبری در دستش هستش داره حمله میکنه. این تصویر خودش نماد نظامیگر بودن نادرشاهه که بیشتر عمرش رو صرف جنگ و در واقع پروندن دشمنان کرد. من واقعا
تاکتیک های نظامی و همون نبوغ نظامی نادرشاه افشار رو در واقع می ستایم. کاری به سایر زمینه ها رو ندارم، چون در زمینه سیاسی و در زمینه مدیریتی اداری و دیوانی هیچ گونه اطلاعاتی ایشون نداشتن، اما در زمینه نظامی بسیار قهار بودن. من واقعا نبوغ نظامی ایشان را می ستایم در این زمینه. خب بریم حکومت افشار. خب وقتی که اشرف افغان میاد اصفهان رو میگیره، حکومت صفویان رو میگیره، یکی از نوادگان صفویان به نام طهماسب دوم، و بچه ما 2 تا طهماسب داریم در حکومت صفویان. شاه طهماسب اول که میدونیم بعد از شاه اسماعیل اول میاد و حکومت رو در دست میگیره و در تاریخ 11 این مطلب رو خوندید در مورد شاه طهماسب اول، و طهماسب دوم که به شاه نرسید بنده خدا، چون یک زمانی اومد قدرت رو در دست گرفت که دیگه شاه سلطان حسین آخرین شاه حکومت صفویان قدرت رو در دست گرفته بود، ولی متاسفانه با هجوم افغانها شاه سلطان حسین از اریکه قدرت به پایین میاد و بعد از اینکه دیگه ایران به دست افغانها، صفویه به دست افغانها حکومتش در واقع ساقط میشه، شاه طهماسب میاد نیروهایی رو از ایلات قوی از جمله ایل قاجار آقای فتحعلی خان و ایل افشار آقای نادر خان یا هم نادرشاه مشهور، با اینها متحد میشه و قسمت‌هایی از خراسان رو تحت حکومت خودش قرار میده و به این ترتیب میخواد که دوباره قدرت رو به دست بگیره. بچه ایل افشار یکی از ایلهای قزلباش بوده که در به سلطنت رساندن حکومت صفویان نقش زیادی داشتن. خب میدونید که تکلو، روملو، شاملو اینها در واقع چند تا ایل قزلباشی بودن که در واقع اومدن. ایل افشار، ایل ذوالقرد و این ایل افشار حالا یکی از اون ایلهای قزلباشن که میان در به قدرت رساندن شاه اسماعیل اول کمکش میکنن و همیشه داعی قدرت هم داشتن. خب حق هم داشتن، خب دیگه، چون خیلی قدرتمند بودن، صفویان رو به قدرت رسونده بودن و حالا نادرشاه افشار با اون نبوغ نظامی بسیار زیاد، با اون شجاعتش، با اون در واقع تاکتیک های نظامی عالی اومده بود به عنوان یکی از متحدان طهماسب دوم و فتحعلی خان قاجار قرار گرفتیم. حالا دیگه توضیح کوتاه در مورد فتحعلی خان میگم. بچه فتحعلی خان این فتحعلی شاه مشهور قاجار نیست، فتحعلی خان پدر بزرگ آقا محمد خان قاجار هستش که در درس‌های آینده توضیحات بسیار زیادی رو در این زمینه براتون ارائه میدم. خب در عصر صفوی بخشی از ایل افشار برای محافظت از مرزهای خراسان، برای جلوگیری از هجوم ازبکان که در واقع به نواحی شمال شرق ایران در واقع کوچانده شده بودند، در واقع یک نوع کوچ اجباری بود که از طرف صفویان انجام شده بود و افشار به عنوان سپر محافظ در برابر ازبکان قرار گرفته بود. خب بچه‌ها، ما حکومت صفویان 2 تا دشمن سرسخت داشت، 2 تا دشمن سنی سرسخت داشت. ما در تاریخ 11 بهش اشاره کردیم. یکی ازبکان در شرق که شیبک خان ازبک در واقع فرمانروای مشهور و پادشاه مشهور ازبکان هستش، و یکی هم عثمانی‌ها در غرب. 2 تا هم سنی بودن، 2 تا هم با هم متحد بودن علیه حکومت صفویان. حالا این ایل افشار رفته بود در مرزهای شمال و شمال شرق در برابر ازبکان از مرزهای صفویه نگهداری و حفاظت میکرد. شاه طهماسب دوم و نادر و فتحعلی خان قاجار در واقع با اتحادی که با هم دیگه داشتن، نخستین منطقه‌ای رو که تصرف کردن خراسان بود. بعد از اینکه در واقع خراسان رو به دست میارن و تصرف میکنن، فتحعلی خان قاجار طی یه سری جنگ‌ها کشته میشه و نادر که بسیار در زمینه نظامی نبوغ نظامی فراوانی داره، فرماندهی رو به دست میگیره و ابتکار عمل رو در واقع در این جنگ‌ها به دست میگیره. طی چندین جنگ افغان‌ها رو بیرون میکنه. بچه‌ها در تصویر مسیر لشکرکشی هایی که آقای نادر افشار انجام میده رو دارید نگاه میکنید.
بعد از اینکه در زمینه داخلی ایشون میاد و در نبردها قدرت رو در دست میگیره، میاد به نبرد با در واقع موردهای خارجی، گفتیم روسیه و عثمانی. روس ها همین که میشنون نادر طی چندین جنگ افغانها رو بیرون میکنه و به نبرد با عثمانی ها میره، خودش نیروهای خودش رو از شمال ایران خارج میکنه، چون وصف جنگ ها و تحور و شجاعت در واقع نادر رو میشنوه و میدونه که از پسش بر نمیاد و نیروهای خودش رو از شمال ایران خارج میکنه. نادرشاه در واقع تاکتیکی رو که در برابر با عثمانی ها انجام میده اینه که میاد ابتدا یه چندین نبرد کوتاه داره و بعد تنها کاری که میبینه در برابر عثمانی ها میتونه انجام بده که بیشترین نفع رو برای خودش و حکومت ایران داشته باشه اینه که بیاد اختلافات مذهبی رو با حکومت عثمانی از بین ببره، از در صلح در میاد و طی مصالحه کردن با حکومت عثمانی در زمینه خارجی هم اوضاع ایران رو سر و سامون میده و بعد از مدتی خودش رو هم برای شاه بودن آماده میکنه. حالا چطور؟ بریم تیتر بعدی، نادر شاه ایران. خب بعد از اینکه میبینه که در واقع همه کارها رو واقعا خودش انجام داده، نادر میاد اعلام میکنه که در واقع طهماسب دوم اون فردی نیست که بخواد به عنوان پادشاه بر ایران حکومت کنه. در واقع به بهانه بیکفایتی از سلطنت طهماسب دوم صفوی رو از حکومت خلع میکنه و سپس بزرگان کشور، علما، سران ایلها و طوایف رو در شورا به نام دشت مغان در واقع دعوت میکنه و چون این افراد رو در یک دشتی به نام دشت مغان دعوت میکنه، این شورا به نام شورای دشت مغان مشهور میشه. بچه‌ها شورای دشت مغان هر موقع شنیدید بدونید که منظور از اون یعنی شورایی هستش که نادرشاه افشار برای گفتن شروط پادشاهیش و خلع سلطنت از خاندان و سلسله صفوی اعلام میکنه. خب یه سری شرط ها میذاره که مهمترین اونها یک موروثی شدن سلطنت در خاندان اون. یعنی چی بچه‌ها؟ موروثی یعنی دیگه بعد از نادرشاه، حالا نادرشاه خودش شاه بشه و بعد از نادر بچه ها و فرزندان، نوه ها، نتیجه های اون هستن که دیگه باید قدرت رو به اونها بدن. پس یک موروثی شدن سلطنت در خاندان او. دو، در واقع حمایت نکردن بزرگان و رؤسای طوایف از حکومت صفویه هستش. بزرگان دیگه حقی نداشته باشن بگن که آره صفویان چون قبل از نادر حکومت داشتن دیگه دوباره باید بیان حکومت کنن. و سوم، حل اختلافات مذهبی با دولت عثمانی. در واقع نادرشاه خودش از این نبوغ نظامیش به این نتیجه رسیده بود که حکومت در واقع ایران نمیتونه در برابر نظام در زمینه نظامی با حکومت عثمانی‌ها بجنگه، چون امپراتوری عثمانی بچه‌ها روم شرقیه، خودش واقعا به این صحبت واقف شده بود که نمیتونه حکومت عثمانی رو از در زمینه نظامی شکست بده. فقط میتونست خودش به این نتیجه رسیده بود که فقط از دریچه صلح میتونه حکومت عثمانی رو مهار بکنه. پس در نتیجه از طریق صلحنامه ها، از طریق دادن یه سری مزایا در واقع به حکومت عثمانی تونست این مشکل در واقع این مشکل رو با عثمانی ها که در واقع هم مسلمان بودن. درسته که ما در زمینه مذهب شیعه و سنی با هم اختلاف داشتیم، اما دوتا کشورمون، کشور ایران و عثمانی، دوتا مسلمان بودیم. اومد واقعا یک فکر خیلی بکری کرد، گفت که ما مسلمان هستیم، ما دوست هستیم و بایستی با صلح، با دادن حالا یه سری مزایا، با دادن یه سری سرزمین ها اومد از در صلح در اومد. بچه فعالیت دو، بررسی شواهد و مدارک هست. من همواره به دانش آموزان میگم بچه ها مبحث شواهد و مدارک خیلی مهمه. هر سال و هر ترم برای امتحانات 1 الی 1.5 نمره از شواهد و مدارک میاد و بسیار ساده هستش بچه‌ها. یعنی یه متن رو بهتون میدن و از طریق این متن سوال در میارن. یعنی سوال بهتون میدن، جوابم روبروتون هست.
بچه‌ها هیچ موقع از شواهد و مدارک نگذرید از این سوالات. حتما بچه‌ها بخونید، با نحوه سوالات شواهد و مدارک آشنا میشید. برای بیشتر بدانیم هم بچه‌ها، نبرد کرنال که از نبردهای بسیار مهم نادرشاه افشار هستش که برای اینکه افغانها رو از سرزمین ایران در واقع دور بکنه میفته دنبال افغانها، میگه باید کاری با افغانها کنم که دیگه اصلا فکر حمله به ایران رو نکنن. تاریخ بچه‌ها نشون داده که افغانها بسیار ویرانگر هستن هر موقعی که حمله کردن. در واقع افغانها رو وقتی که میاد دنبال روی میکنه به هند میرسه، بیچاره هندیا، و طی چندین نبرد که افغانها رو بیرون میکنه به دنبال افغانها میره و کم کم به سرزمین هند میرسه و میگه والا جای خوبیه که به هندوستانم حمله کنم. حمله میکنه و الماس دریای نور که الان در موزه جواهرات ایران هستش رو در این سفرها میاره، غنایم بسیار زیادی میاره که این الماس دریای نوری که از بزرگترین الماس ها در جهان هستن که ما الان در موزه جواهرات ملی ایران از اون نگهداری میکنیم. خب بریم نادرشاه افشار بچه‌ها سرانجام با سرکوب شورش های داخلی و خارجی در واقع در خراسان با توطئه نزدیکان و دوستان و سردارانش کشته میشه. حالا سوال خانم چرا نزدیکان نادرشاه رو کشتن؟ بچه نادرشاه بعد از اینکه دید که این همه دشمنان داخلی و خارجی ایران رو شکست داده، این همه به قدرت رسیده، ایران رو به آرامش رسونده در زمینه نظامیگری، به یک نوع جنون رسید بچه ها. در واقع انسان یک طوری هستش، این یک موضوع روانشناسی بچه، چون من روانشناسی هم تدریس میکنم، دوست دارم گاهی اوقات مباحث روانشناسی و اخلاقی رو به شما نشون بدم. انسان در واقع در ذات وجودی خودش یه سری خصوصیات نهفته هستش. حالا کی این خصوصیات به منصه ظهور میرسه؟ زمانی که به قدرت برسه، حالا یا قدرت پولی یا قدرت در واقع جایگاه و مقام، و اون خصوصیات ذاتی و نهفته در آن زمان هستش که بروز پیدا میکنه. پادشاهی مثل نادرشاه افشار که در زمینه نظامی بسیار نبوغ بالایی داره، اما یک کمی خوی وحشیگری در درونش هست. وقتی که به حکومت میرسه اون خوی وحشیگری باعث میشه که حتی از فرزندانش رو بیاد کور بکنه، چون دوست نداشت که بعد از اون که افرادی بیان و قدرت رو در دست بگیرن. ولی پادشاهی مثل کوروش وقتی که به قدرت میرسه و جهان رو در دست میگیره، جهان باستان رو، میاد اون صلح و دوستی رو رواج میده. پادشاهی مثل کریم خان زند وقتی که به قدرت میرسه خودش رو وکیل و رعایا مینامد، نمیاد بگه که من شاه هستم، خودش رو میگه من وکیل و رعایا. یعنی چی؟ من نماینده رعیت و مردم هستم. انسان ها در واقع وقتی که در جایگاه بالایی قرار میگیرن اون خصوصیات نهفته و پنهان خودشون رو به منصه ظهور میذارن. نادرشاه افشار من نبوغ نظامیش رو میستایم، اما وقتی که به قدرت میرسه، به اریکی قدرت میرسه، متاسفانه به یک نوع جنون میرسه و اون خصلت‌های پنهانی که در وجودش هست رو آشکار میکنه و به هیچ کسی رحم نمیکنه، حتی بچه خودش رو کور میکنه، میگه مبادا بعد از من قدرتی مثل من به قدرتی مثل قدرت من برسه. حالا دیگه بریم سر اصل مطلب درس. خب میگه نادرشاه افشار با اینکه سرداری بیباک و دارای نبوغ نظامی فوق‌العاده‌ای بود، در زمانی که آشوب‌های داخلی و خارجی ایران رو داشتن از بین می‌بردن، تونست ایران رو، موجودیت ایران رو در واقع به حد بالایی برسونه، آرامش نسبی رو ایجاد بکنه. ولی در زمینه امور دیوانی، امور اداری، امور سیاسی نتونست قدرت رو مثل زمینه نظامی به اوج خودش برسونه. یه سری عوامل باعث ضعف نادرشاه شد که به صورت توپک‌های مشکی براتون گفته، از جمله اشتغال پیوسته او به جنگ،
یکی از دلایل ضعف قدرت او بود. همش در حال جنگ بود، در حالی که حضرت علی علیه السلام می‌فرماید بهترین کارها میانه روترین آن است. یعنی کسی که پادشاهه، کسی که قدرت رو به دست میگیره، باید همه امور رو به سطح بالایی برسونه. مثلا پادشاهی که حاکم باشه، که حاکم مذهبی باشه، در صورتی میتونه قدرت رو در واقع امتداد بده، قدرت رو داشته باشه در حکومتش که هم مسئله سیاسی، هم مسئله مذهبی، هم مسئله اقتصادی، همه رو بیاد به سطح بالا برسونه. نه فقط یک زمینه، تکروی نباید آدم بکنه. هر حکومتی از جمله حکومت نادرشاه افشار که فقط اومد در جنبه نظامی اومد قدرت ایران رو قدرتمند کرد، ولی سیاسی، ولی فرهنگی، ولی دیوانی رو نتونست. به همین دلیل بود که حکومت زیاد نتونست امتداد پیدا کنه، پیوسته بشه. پس در نتیجه یکی اشتغال پیوسته او به جنگ، یکی مالیات‌های اضافی که از مردم می‌گرفت برای تأمین هزینه‌های جنگ، یکی بدگمانی وی به نزدیکان و حتی فرزندان خودش، بزرگان، و برخورد خشن با اونها، و یکی هم توجه نادر به تقویت قوای نظامی و غفلت از دیگر عوامل مؤثر در واقع باعث شد که حکومتش دیری نپاید و فقط در حد 100 سال هم طول نکشید. فعالیت سه فکر کنیم و پاسخ دهیم. به نظر شما نبود وزیران و مشاوران برجسته در کنار نادرشاه چه آثار و پیامدهای سیاسی داشت؟ باعث شد که در واقع افرادی برای در واقع اداره حکومت در کنار نادرشاه نباشن و نادرشاه تکروی بکنه. در واقع ما مشورت کردن بچه خیلی خوبه. به همین دلیل بود که نادر نتونست حکومتش رو در واقع ادامه بده و به قول معروف طولش بده. تیتر بعدی در مورد افشاریان پس از نادر. بچه‌ها یه سری در واقع جانشین هایی داشت، از جمله نوه او شاهرخ، از جمله در واقع 2 تن از برادرزاده های نادر به نام عادل شاه و ابراهیم شاه که داخل پاورقی اومدن. اینها یه سری در واقع افرادی اومدن و حکومت رو در دست گرفتن. بعد از نادر شاه هم یه سری جنگ و گریزهایی بین جانشینان او اتفاق افتاد برای به دست گرفتن قدرت، ولی سرانجام به دست قلمرو کوچکی به دست نوه او شاهرخ افتاد و شاهرخ از قلمرو وسیع نادر فقط به شهر مشهد بسنده کرد. گفت همین مشهد در دستم باشه بهتره، چون کور بود و حکومتش تا زمانی که آقا محمد خان قاجار اون رو از میان برداشت ادامه داشت. بعد از حکومت افشاری، حکومت زندیه اومدن و قدرت رو در دست گرفتن. کریم خان زند در تاریخ ایران بسیار پادشاه خوشنامی هستش در بین مردم و ایشون رئیس طایفه زند از طایفه های لر بوده و از جمله سردارانی بوده که پس از کشته شدن نادرشاه در صدد کسب قدرت بوده، داعیه قدرت داشته و تونست بر بعضی از کسانی که داعیه قدرت داشتن کریم خان زند بر اونها در واقع چیره شد و تونست قدرت رو در دست بگیره. شما بچه ها به نقشه صفحه 20 نگاه کنید، مسیرهای حرکت‌های آقای کریم خان زند رو می‌بینید. کریم خان برخلاف نادر که همش اون به دنبال لشکرکشی و جنگ بود، ایشون از ادامه لشکرکشی‌ها دست برداشت و همین امر باعث آرامش و رونق و آبادانی در قلمرو کریم خان زند شد. بچه ها کریم خان برخلاف سنت معمول که کسی که پادشاه میشد خودش رو پادشاه مینامید، خودش رو بالاتر از مردم مینامید، اما خودش رو از استفاده کردن از عنوان شاه خودداری و امتناع کرد و خودش رو وکیل مردم، وکیل الرعایا خوان و بعضی از خصوصیات اخلاقی ایشون بسیار زبان زد بوده، از جمله مدارا، از جمله همدردی، ساده زیستی، رفتار مناسب با اقلیت‌های مذهبی، چون اقلیت‌های مذهبی مثل ارمنی‌ها، مسیحیان، یهودیان، در سنیان در قلمرو ایران بودن. ایشان خیلی آسانگیری میکرد با این اقلیت‌های دینی و یک آرامش نسبی در قلمرو ایران در دوره زند به خاطر این اقدامات کریم خان به وجود آمد و این باعث شد که نام و نشان نیکی در تاریخ ایران از ایشون بمونه. عکسش رو نگاه کنید بچه، عکس ها مهم هستن. ممکنه این چهره همین آقای کریم خان زند رو بدن، بگن که این چهره کیه، نامش رو بگید بچه ها. این در من خودم کنکور سال 86
که بودم اولین سالی بود که از تصاویر کتاب ها سوال دادن. بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی رو داده بودن، تصویرش رو، این نوشته بودن که این تصویر کجاست. بچه تصویر کتابتون رو دارید نگاه میکنید. قلمرو نقشه ایران در دوره قلمرو زندیه هستش. فعالیت 4 هم در مورد نقشه‌های تاریخی ایران در دوره نادرشاه و عصر زندیه رو مقایسه کنید. بچه‌ها میرید نقشه‌های تاریخی نادرشاه و زندیه و افشار و زندیه رو نگاه میکنید، ببینم داخل هم کتاب خودتون هم هست، نگاه کنید ببینم قلمروها در چه حد هستن و بعد بیایید توضیح بدید برام یا کامنت بذارید. خب بچه ها داخل پاورقی، بچه ها از پاورقی سوال نمیاد. من هر جلسه که توضیح میدم برای بچه ها میگم که از پاورقی سوال نمیاد، اما برای فهم مطلب و متن اصلی بسیار کمک میکنه. خب حالا ببینم بعد از کریم خان زند وقتی که میمیره اوضاع زندیه چطور میشه. با مرگ کریم خان زند دوباره آشوب ایران رو فرا میگیره. افراد زیادی از طایفه زند برای گرفتن قدرت با هم دیگه نزاع و جنگ میکنن، ستیز میکنن، رقابت میکنن، به طوری که کمتر از 15 سال 7 تن به قدرت میرسه. یعنی میانگین بدیم تقریبا هر 2 سالی یک پادشاه برای زند میاد و قدرت رو در دست میگیره و نتایج این کشمکش ها باعث ضعف سیاسی در واقع حکومت زندیه شد و سرانجام هم لطفعلی خان زند آخرین فرمانروای زند هستش که با وجود شجاعت، لیاقت و محبوبیت نسبی در بین مردم توسط آقا محمد خان قاجار و البته با پشت کردن افرادی مثل آقای کلانتر که دیواره های شهر، دروازه های شهر رو به نفع آقا محمد خان قاجار بر ضد لطفعلی خان زند هست باز میکنه و سرانجام هم به طرز فجیعی در واقع کشته میشه به دست آقا محمد خان قاجار و سلسله زندیه هم منقرض میشه. بچه در بیشتر بدانیم لطفعلی خان زند رو از نگاه مردم توسط یک سفرنامه نویسی به نام سر هارتفورد جونز انگلیسی میاد توضیح میده که چقدر مردم لطفعلی خان زند رو دوست داشتن و در مرگ اون خیلی مویه و داستانها و لالایی هایی رو در واقع سرودن مردم برای اینکه اون یاد و نام و خاطره آقای لطفعلی خان زند در بین مردم به وسیله همین شعرها حتی الان هم هست. مردم منطقه شیراز، کرمان و اصفهان هنوز بچه من دیدم که در بین دوستان کرمانیم، اصفهانیم، شیرازیم اشعاری در وصف لطفعلی خان زند برای بچه‌هاشون میخونن، حتی خودشون هم نمیدونن در وصف کیه، ولی من تاریخچه اونها رو وقتی که مورد بررسی کردم دیدم بله اشعاری است که از زبان نگاه مردم برای لطفعلی خان زند در بین مردم رواج پیدا کرده بود. خب بچه اوضاع سیاسی، اداری، اقتصادی ایران در عصر افشاریه و زند رو نگاه کنید. ما در دوره افشاریه، حالا من با مقایسه کردن اینها رو براتون توضیح میدم دوستان. خب ما در واقع در دوره نادرشاه یه سری در واقع کاهش روابط خارجی چه در دوره افشاریه و چه در دوره زندیه ما نسبت به دوره صفویه داشتیم. ما در دوران صفویه روابط تجاری بسیار بالا، روابط خارجی بسیار زیادی با دول اروپایی، آسیایی داشتیم، اما در دوره افشاریه و زندیه افشار به خاطر اینکه همش به جنگ و کشمکش ها و رقابت ها دچار بود ما روابط خارجی آنچنانی نداشتیم. ما در واقع اختلافات بسیار زیادی ما در دوره افشار با عثمانیان داشتیم و یه سری صلح ها و یه سری متن ها بین ایران و عثمانی رد و بدل شد که روابط خارجیمون فقط در همون حد موند در دوره افشار. و در واقع تا اواخر حکومت کریم خان که سپاه زندیه بصره رو تصرف میکنه و این صلح‌ها، این نامه‌های صلح نامه‌ها بین ایران و عثمانی ادامه داشت، فقط در همین حد.
یعنی ما هیچ گونه روابط خارجی به آن صورت با دول خارجی نداشتیم جز این صلحنامه‌هایی که با حکومت عثمانیان داشتیم. در دوره افشاریه و زندیه مناسبات سیاسی و اقتصادی و ارتباطات فرهنگی ایران با کشورهای اروپایی اصلا رونقی نداشت. پس این از در زمینه روابط خارجی آنچنانی نداشتیم. در زمینه اقتصادی و فرهنگی هم رونق چندانی نداشتیم. فقط در یکی از روابطی که نادر با انگلیسی ها داشت، نادر به انگلیسی ها گفت که من معافیت های گمرکی رو برای شما ایجاد می کنم، انگلیسی ها شما هم بیاید که ما رو در تأسیس نیروی دریایی در دریای خلیج فارس و دریای خزر به ما کمک کنید. و فقط یه سری هیئت ها هم در دوره زند، کریب خان زند از فرانسه و انگلستان اومدن که برای گرفتن امتیازهای اقتصادی و تجاری بود که به توافق هم نرسید و گشایش ایجاد نشد. بچه برای این خوندن این قسمت بیایید از طریق مقایسه کردن در واقع این قسمت رو در واقع بخونید، چون از طریق مقایسه میتونید قشنگ این قسمت رو درک کنید. در زمینه نظام اداری و سیاسی ما در دوره در واقع افشاریه هیچ گونه رابطه نظام اداری به آن صورتی نداشتیم بچه‌ها. یعنی چی؟ یعنی نادرشاه خب همش در حال جنگ و گریز بود و هیچ گونه رابطه‌ای در زمینه روابط اداری، روابط دیوانی، حتی با خود دیوان سالاران نداشت، چون اطمینانی نداشت اصلا باشون. اینقدر مغرور بود، اینقدر بدگمان بود که نمی اومد اصلا با دیوان سالاران در تماس باشه. هیچ رونقی ما در زمینه نظام اداری و نظام سیاسی نداشتیم در دوره افشار و فقط در بعضی از منابع از مشهد و کلات به عنوان پایتخت اون به صورت خلاصه اشاره شده است. یعنی نگاه کنیم ما اصلا در دوره افشاریه پایتختی به آن صورت نداشتیم که به صورت خلاصه به ما گفتن که بله در مشهد و کلات یه بعضی اوقات پایتختش بوده، ولی این مراکز بیشتر محل گردآوری خزائن و غنایم نادرشاه افشار بوده. در دوره زندیه هم ما نظام اداری کمی رونق داشت نسبت به دوره زندیه و نسبت به دوره افشاریه، ولی دوباره هم میتونیم بگیم که رونق آنچنانی نداشت و همون نظام اداری و سیاسی دوره صفویه پابرجا بود. کارمندای همون دوره هم پابرجا بودن. در زمینه اقتصاد خب بچه‌ها تداوم جنگ‌های داخلی و خارجی در دوره نادرشاه یه سری شرایط رو در کشور ایران حاکم کرد که به صورت توپک‌های مشکی در 3 مورد اومده خلاصه کرده. بچه سوال مهمیه، حتما نگاه کنید به این سوال، حتما بخونید. از جمله کاهش شدید نیروی انسانی در بخش کشاورزی به خاطر اینکه مردم رو میبرد، جوانان رو میبرد برای امور نظامی و دیگه فردی نبود، جوانی نبود که بره کشاورزی کنه. پس در نتیجه این باعث شد که ما در زمینه اقتصادی و کشاورزی افت کنیم. 2 دریافت مالیات‌های سنگین از مردم برای تامین هزینه‌های نظامی و 3 ناامنی حاصل از اشتغال به جنگ. این باعث شد که دیگه مردم میلی به کشاورزی نداشته باشن، فقط در حد اون مصارف خودشون و مصارف کشاورزی خودشون که گندم و جو و کشاورزی انجام میدادن و این باعث رکود کشاورزی و تجارت در ایران شد در دوره افشار. در دوره کریم خان زند حالا ایشون اومد یه سری اقدامات در زمینه بازرگانی و در زمینه کشاورزی انجام داد و شهرهای شیراز و بندر بوشهر، بچه‌ها نگاه نکته، شهر شیراز و بندر بوشهر به عنوان مراکز مهم تجارت داخلی و خارجی انتخاب شد. پس ما در دوره افشار مراکز تجاری و کشاورزیمون بسیار افت کرد به اون 3 دلیل و در دوره در واقع افشاریه و در دوره زندیه فقط 2 مرکز تجاری داخلی و خارجی داشتیم، داخلی شیراز و خارجی بندر بوشهر. آرامش و ثبات نسبی که در دوره زندیه ایجاد شد، کاهش مالیات ها، دربار کم تجمل و تلاش کریم خان برای تثبیت قیمت کالاها از عوامل رونق اقتصادی در دوره زندیه بودن. خب بریم بچه‌ها در زمینه ادبیات، علم و آموزش. بچه‌ها در دوره افشار دوباره میگم ما در زمینه ادبیات هیچ گونه در واقع چیزی نداشتیم،
رونقی در زمینه ادبیات، در زمینه علم، در زمینه آموزش نداشتیم. ما با تصرف اصفهان توسط افغانها، علما و روحانیت ما به سمت عتبات عالیه، نجف اشرف، کربلای معلا، به اون سمت رفتن، بیشتر نجف بچه‌ها، و مرکز شیعه رو از منطقه اصفهان از ایران به عراق بردن، همین نجف اشرف خودمون. و این باعث شد که این مهاجرت‌های گسترده طلاب و علما باعث شد که ایران هم در زمینه مذهبی و ادبیات بسیار از رونق بیفته. مورد بعدی این آرامش ولی کریم خان زند با اینکه یه سری آرامش نسبی ایجاد کرد، فعالیت‌های علمی و آموزشی کمی رونق پیدا کرد و مدرسه‌های جدیدی ساخته شد. بچه‌ها داخل پاورقی قشنگ اومده براتون توضیح داده. میگم برای اینکه فهم متن اصلی رو داشته باشید پاورقی‌ها رو حتما بخونید. خب داخل تصویر مدرسه علمیه خانه یزد رو می‌بینید. این مدرسه به همت و تلاش محمد تقی خان والی خیراندیش یزد در سال 1186 قمری بنا شد. یه جدول می‌بینید، فقط اسامیشون بچه اسامیشون مهمه که بدونید دانشمندان و علمای عصر افشاری و زندیه کیا هستن. در این حد تصویر خیلی مهمه، کاخ خورشید، کلات نادری، خراسان رضوی هستش. و حالا بریم قسمت هنر و معماری. بچه هر سال ازش سوال میاد این قسمت، یعنی بدون استثنا من هر سال سوالاتو که چک میکنم از این قسمت نیم الی 1.5 نمره حتما ازش میاد. بچه ما در دوره افشاریه خب گفتیم به خاطر اینکه جنگ بود، همش نادرشاه به دنبال آرامش ایران بود در زمینه داخلی و خارجی. در زمینه هنر و معماری به آن صورتی ما هیچ گونه رونقی نداشتیم. اما در دوره زندیه به خاطر اینکه یک ثبات نسبی رو این آقا ایجاد کرده بود، آقای کریم خان زند، در شیراز یک سری اقدامات قابل توجه ایجاد کرد. اومد تلفیقی از هنر ایرانی و هندی ایجاد کرد. چرا؟ چون در دوره افشاریه در جنگ‌های هند یه سری هندی‌ها وارد ایران شده بودن. در دوره زندیه خب این افراد هندی با خودشون هنر آورده بودن. تلفیق هنر ایرانی و هندی در دوره کریم خان زند باعث یک نوع معماری شد و در دوره نادر شهر اصفهان بازسازی شد. در منطقه کلات که محل نگهداری خزائن نادرشاه افشار بود، بنای باشکوهی مانند کاخ خورشید ایجاد شد. در دوره کریم خان زند هم به خاطر اون آرامش نسبی و مدارا و احترامی که ایشون به علما و هنرمندان میذاشت، در واقع یک رونق ایجاد شد، از جمله مسجد و بازار و حمام وکیل. شما اگه برید شیراز، حمام وکیل، بازار وکیل، مسجد وکیل رو میبینید. ارگ کریم خان زند، ارگ کریم خانی رو در وسط شهر میبینید که یک ارگ خیلی جذاب و جالب هستش. بازسازی آرامگاه حافظ، سعدی، باغ دلگشا گوشه ای از اقدامات عمرانی آقای کریم خان زند در شیراز هستش. در دوره، حالا این خیلی مهمه، در دوره زندیه بچه‌ها نوعی از بناها، نکن بچه ها، من امسال برگه سعی کردم، کلا برگه های الکترونیک رو که وقتی سعی میکنیم، خب بچه ها 25 صدم ما بر اساس اون برگه راهنمای تصمیم ما نمره میدیم. مثلا یک سوالی که هر سال میدن، بنای کلاه فرنگی در چه دورانی بود و به چه بناهایی گفته میشد. دوران زندیه رو وقتی که دانش آموزی که مینویسه 25 صدم دیگه در واقع کاربرد تفریحی، نوعی از بنا که کاربرد تفریحی، یعنی این 25 صدم نوعی از بنا، کاربرد تفریحی 25 صدم که در وسط، که در واقع در وسط باغ‌ها و تفریحگاه‌ها اینجا، اینم 25 صدم. نکنید بچه‌ها یک نمره که من 25 صدم به شما گفتم که هر سال، یعنی بدون استثنا، از این کلاه فرنگی، بنای کلاه فرنگی به چه بنایی گفته میشد و در چه دورانی بود رونق پیدا کرد یا به وجود آمد. در دوره زندیه
در واقع نوعی از بناها با کاربرد تفریحی و یک بنایی که در وسط باغ‌ها و تفریحگاه‌ها و تزئینی هم بودن و اینها. این یک سوال نهایی که مطمئنم امسالم میاد. یعنی شما این صفحه رو بزنید، صفحه طلایی، من بعضی از صفحه رو میگم صفحه طلایی، یعنی حتما ازش سوال میاد که البته قبلش هم یه سری صفحات بود من یادم رفت بگم. در نقاشی و نگارگری به ویژه در عصر کریم خان زند تحول بزرگی به وجود اومد. اینم سوال خیلی مهمیه. حالا به تدریج هنر خودشون رو در دوره زند با سبک اروپایی اومدن تلفیق کردن و یک مکتبی به نام مکتب نقاشی شیراز رو در واقع به وجود آوردن که در دوره مغولان به وجود اومد این مکتب. اما ما در دوره زندیه با تلفیق این مکتب نقاشی با هنر اروپایی در واقع این مکتب نقاشی شیراز به اوج خودش رسید در دوره زندیه و این مکتب نقاشی شیراز در واقع در دوره زندیه به وجود آمد. بچه‌ها پس ما یک بنایی به نام کلافرنگی در دوره زندیه داریم، یک مکتب نقاشی شیراز رو داریم که استارتش در دوره مغولان و اوجش در دوره زندیه بود. چرا به اوج خودش رسید در دوره زندیه؟ به خاطر تلفیقش با هنر اروپاییان هستش. خب بچه‌ها به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. همه شما رو به خداوند منان می سپارم.